شما ببینید چه حرفها در همین زمینه ها گفتن. مثلا علی علیه السلام در جنگ خیبر با مرحب خیبری روبرو شد. مرحب چقدر فوق العادگی داشت، بسیار خوب. مورخین هم نوشتن که علی در اونجا ضربتشو که فرود آورد این مرد رو دو نیم کرد. حالا من نمیدونم این دو نیم کامل بود یا مثلا تا سینه‌اش رسید، اینقدر نوشتن دو نیم کرد. ولی در اینجا به یک شکلها، یک حرفها، یک افسانه‌ها که دین رو خراب میکند به جبرئیل وحی شد: جبرئیل برو فوراً به زمین، برو که شمشیر علی، اون غضبی که ما در علی میبینیم اگر شمشیرش فرود بیاد زمین دو نیم میکند، به گاو و ماهی خواهد رسید. برو بال خودت رو در زیر شمشیر علی بگیر. رفت گرفت. علی هم شمشیرش چنون آمد که مرحب اون چنون دو نیم شد که اگر به ترازوی مثقال میگذاشتن این نصفش با این نصفش برابر بود. بال جبرئیل که اون زیر اسب گرفته بود از شمشیر علی آسیب دید، مجروح شد. تا 40 شبانه روز جبرئیل نتوانست برود به آسمان، که وقتی رفت به آسمان خدا ازش سوال کرد: جبرئیل چرا این 40 روز کجا بودی؟ خدایا در زمین بودم، تو به من مأموریت داده بودی، خب چرا زود برنگشتی؟ علی، شمشیر علی که فرود آمد بال من مجروح کرد. من این 40 روز مشغول پانسمان بال خودم بودم. دیگری میگوید شمشیر علی اون چنون نرم و ملایم از بس سریع آمد، اون چنون سریع و نرم آمد از فرق این مرحب گذشت تا به نمد زین اسب رسید و علی شمشیرش بیرون کشید که خود مرحبم نفهمید. گفت علی، خیال کرد ضربت کاری نشد، گفت علی همه زور تو همین بود، همه پهلوانی تو همین بود. گفت ها، اگه راست میگه خودت تکون بده. وقت مرحب تا خودش تکون داد، نصفی از این طرف افتاد، نصفی از اون طرف. از اینجور افسانه ها حاجی نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان انتقاد که میکند این مرد بزرگ، میگویم نوشتن برای شجاعت ابوالفضل در جنگ صفین که اصل شرکت حضرت معلوم نیست. اگرم شرکت کرده یه بچه 15 ساله بودن. در صفین ابوالفضل العباس یه مردی را پرت کرد به هوا، یکی دیگه پرت کرد، یکی دیگه پرت کرد، یکی دیگه پرت کرد تا 80 نفر. 80می را که پرتاب کرد هنوز اولی به زمین نیامده بود. اولی که آمد به زمین دو نیمش کرد، دومی رو دو نیمش کرد، سومی دو نیمش. از این افسانه. در حادثه کربلا یک قسمت از تحریفاتی که صورت گرفته است، این تحریفات معلول حس اسطوره‌سازی، مبالغه ها، اغراق هایی که در مخصوصا اروپایی ها میگن در تاریخ مشرق زمین زیاد است. درسته. ملا آقای دربندی در اسرار الشهاده نوشته است عدد لشکریان عمر سعد سوارشون 600,000 نفر بود، پیادهشون 2 کرور بود، مجموعش 1,600,000 نفر، هم اهل کوفه. آخه کوفه مگه چقدر بزرگ بود؟ کوفه شهر تازه سازی بود، هنوز 20 سال بیشتر از 30 سال بیشتر از عمر کوفه نگذشته بود، 35 سال، چون کوفه رو در زمان عمر بن الخطاب ساختن و کوفه هم به همین دلیل مرکز سپاهیان اسلام بود. این شهر رو عمر دستور داد که در اینجا بسازن لشکریان اسلام برای اینکه در نزدیک ایران به اصطلاح مرکزی داشته باشه. همه جمعیت کوفه معلوم نیست در اون وقت آیا به 70,000 نفر، 80,000 نفر، 100,000 نفر میرسیده یا نمیرسیدن. اون وقت 1,600,000 نفر سپاهی در اون روز جمع بشود، اون وقت حسین ابن علی هم 300,000 نفر اونها را بکشد. به عقل جور در نمیاد. این قضیه را به کلی از ارزش میاندازد.
حرف همون آدمی میشد. یک کسی میگن درباره هرات اغراق و مبالغه میکرد. هرات یه وقتی خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. گفتن چقدر بزرگ بود؟ گفت در یه وقت در آن واحد در هرات 21,000 احمد یک چشم کله‌پز وجود داشت. چقدر ما باید آدم داشته باشیم و چقدر احمد داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم کله‌پز داشته باشیم که 21,000 احمد یک چشم کله‌پز وجود داشت. این داشته باشیم. این حس اسطوره سازی آقا خیلی کارها کرده است. ما که نباید یک سند مقدس رو در اختیار افسانه سازا بدیم. و ان لنا فی کل خلف عدولا ینفون عنا تحریف الغالین و انتحال المبطلین. ما وظیفه داریم از چنگ این افسانه سازها اینها رو بیرون بیاریم. حالا برای هرات هر که هر چی میخواد بگه. اما برای تاریخ عاشورا، حادثه عاشورا، حادثه ای که ما دستور داریم هر سال او را به صورت یک مکتب زنده بداریم، آیا صحیح است که در این داستان این همه افسانه وارد بشود؟ اینم نیست. اما عامل سوم یک عامل خصوصی است. این دو عامل که عرض کردم، یعنی غرضها و عداوت‌های دشمنان در تمام تواریخ دنیا، حس اسطوره سازی و افسانه سازی در تمام تاریخ‌های دنیا، ولی در خصوص حادثه عاشورا یک جریان بالخصوصی هست، یک عامل بالخصوصی هست که این سبب شده است که این داستان بالخصوص درش جعل واقع بشود. چی؟ پیشوایان دین از زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمه اطهار دستور اکید و بلیغ داده‌اند که باید نام حسین ابن علی زنده بماند، باید مصیبت حسین ابن علی هر سال تجدید بشود. چرا؟ بحث این چرا؟ این چه دستوری است در اسلام؟ چرا این همه ائمه دین به این موضوع اهتمام داشتند؟ چرا برای زیارت حسین ابن علی این همه اهتمام است، این همه ترغیب است، این همه تشویق است؟ این چرا باید دقت کنید؟ ممکنه کسی بگه آقا این برای این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا باشد. آیا این حرف مسخره نیست که بعد از 1400 سال هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت داشته باشد، در صورتی که به نص خود امام حسین و به حکم ضرورت دین بعد از شهادت امام حسین دیگه امام حسین و حضرت زهرا پیش یکدیگر هست؟ این چه حرفی است؟ مگه حضرت زهرا بچه است که بعد از 1400 سال بعد هنوزم هی دائما به سر خودش بزند، گریه بکند، بعد ما بریم به ایشون سلامتی بدیم؟ این حرفا که دین رو خراب میکنن. آقا حسین مکتب عملی در اسلام تأسیس کرد که در شب دیگر فردا شب شاید فرصت پیدا بکنم عرض بکنم. حسین نمونه عملی قیامه های اسلامی است. خواستن مکتب حسین زنده بماند، خواستن حسین سال یک بار با اون نداهای شیرین و عالی و حماسه انگیزش ظهور بکند، فریاد بکند الا ترون الی الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن الی فی لقاء الله محق.